برخی از شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان نرخ تماس تلفنی را بالا بردند. مسئولین شرکت‌ها میگویند که می‌خواهند با این راه نرخ‌گذاری طرفه‌ها را کامل سازند، اما تحلیلگران میگویند که فشار زیاد شرکت‌های را مجبور کرد که تا برای نجات خود قیمت‌ها را گرانتر کنند. بلند رفتن نرخ علاقه موبیلی پیش از همه اهالی را نگران کرده است که میگویند این کار ضربه به جیب آنها خواهد بود. بهادر سنگینوف، یک ساکن ولایت سوخت، صبح 1 مارس از شرکت تیسل خبرنامه دریافت کرد که در آن گفته میشد از هفته آینده نرخ گفتگو گرانتر می شود. بهادر سنگینوف میگوید از شنیدن این خبر ناراحت شد، چون او مجبور است اکنون برای گفتگوی موبیلی مبلغ بیشتری سپارد. ما در اویلمون در یک هفته 5 تومان میگذرانیم در همین شرکت تیسل داخلی تیسل یک هفته که پول می شود گپ میزنیم، اما در اویلمون 3 برابر یعنی که همین طریق قطعی کار و خالم نگیم. این طریف یعنی که طرفه کمبغلی هم گویم خطا نمیکنیم و چین آمد که از 6 مارس 50 درصد یعنی که زیاد می شود. بهادر سنگینوف تنها نیست و در قطار او صدها استفاده برنده دیگر میگویند از خبر بلند شدن نرخ تماس تلفنی ناراحت شدند. خبر بلند شدن نرخ گفتگوی تلفنی هفته روان نشر شد. از شرکت‌های موبیلی حالا تنها شرکت تیسل نرخ گفتگو در چند طرفش را بالا برده است. مسئولین این شرکت میگویند نرخ تماس در خدمت‌رسانی‌های انتخابی من، دیاری من، سلام، نکست و عجایب گرانتر شده است. از جمله نرخ گفتگو برای هر دقیقه در این طرفها تا 8 درم یا حدود 1 سنت گران گردید. در شرح سبب‌های گران شدن نرخ گفتگو، مسئولین شرکت تیسل گفتند آنها می‌خواهند نرخ طرفها را کامل کنند. مسئولین این شرکت در یک پاسخ کتبی بر رادیوی آزادی گفتند تغییر نرخ‌ها به خاطر کامل‌سازی طرفهای پیشین است. در شرکت تیسل بر رادیوی آزادی گفتند برای بالاروی نرخ تماس روزگی خدمات ضد انحصاری را دریافت کردند. شرکت تیسل در حال نرخ تماس تلفنی را بالا میبرد که شرکت‌های دیگر موبیلی نیز در پی بلند کردن نرخ تماس تلفنی شدند. یک منبع در خدمات ضد انحصاری با شرط افشا نشدن نامش روز 2 مارس بر رادیوی آزادی گفت 4 شرکت موبیلی برای گران کردن نرخ گفتگو از این نهاد اجازه خواستند. علاقه موبیلی در تاجیکستان از کمترین خدمات‌هایی بود که در سالهای گذشته نرخش پیوسته پایان می‌رفت. شرکت‌های موبیلی با کاهش نرخ تلاش می‌کردند مشتریان زیادتری را جلب کنند. کارشناسان میگویند بالا رفتن نرخ علاقه موبیلی در تاجیکستان نتیجه دخالت زیاد دولت به بازار علاقه است. اسام‌الدین عطایف، کارشناس ساحه علاقه، میگوید بالا روی نرخ‌های بازار تلکومونیکاسیونی وطنی نشان دهنده عاقبت‌های تصمیم گیری‌های هستند که منفعت یک ساحه حتی یک شرکت را از منفعت‌های ملی کشور بالا می‌گذارد. با گفته تحلیلگران ساحه، علاقه از بازارهای سردرآمد یا به اصطلاح سرروانی است که چشم‌های زیاد به سوی آن دوخته شده است و هر کس می‌خواهد از آن برای خود سود بردارد. فیروز براتوف، روزنامه‌نگار و یک فعال جامعه شهروندی، هم میگوید زیاد بودن طلبات به بخش علاقه موبیلی از عامل‌های میباشد که علاوه پولی‌های زیاد را بالای شرکت‌ها بار می‌کند. اصلا من فکر می‌کنم سبب اساسیش این سبب مالی است که همین تجارت در حدود تاجیکستان که تجارتی سرمشتری هست و همون شرکت ها و هم دولت هم وقتی که کمیته علاقه وقتی که میبیند که و درک میکند که علاقه بسیم یک بخش مهمی زندگی مردم است و به هر نرخی که نباشد برای خریداری کرده استفاده میکنن، برای همین دخالتش زیاد میکند و که انداز و هر گونه علاوه پرداختی را علاوه جمع کردن میگیرد. فعلا در تاجیکستان 5 شرکت به اهالی خدمات موبیلی را پیشنهاد میکنند. قبلا شرکت‌های موبیلی چندین مراتبه طریق سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌الخلقی در دوشنبه از گرانی انداز شکایت کرده بودند.